سلام دوستان، وقت بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه. میخوایم با هم دیگه داستان بخوریم در مورد این آقا پسره که میره یه مهمونی و اونجا چه احساساتی پیدا میکنه و چی میشه. میخوایم داستان رو بخونیم و در طی این داستان یاد بگیریم که چه فعل‌هایی بعدشون حالت تو و بعدش فعل دیگه میاد، یا یه سری هم که فعل بعدیشون ing میگیره. یه مثال بزنم، مثلا he wanted to dance، میخواست برقصه. وقتی میگیم میخواست برقصه نمیگیم he wanted dancing، میگیم he wanted to dance. ولی مثلا اگه بگیم he enjoyed dancing، یعنی اینکه از رقصیدن لذت برد، میبینید enjoy میاد ولی فعل بعدیمون ing گرفته. حالا میخوایم داستان رو بخونیم و تو این داستان ببینیم که کدوم فعلان که اینجوری میشن، کدوما یه جور دیگه میشن و بریم جلو. خب شروع میکنیم داستان آقا پسر است. میگه he went to a birthday party and saw many people he didn't know. رفتش به یک جشن تولد و خیلی از آدمایی میدید که نمیشناختشون. He saw many people he didn't know. خیلی ها رو دید که نمیشناخت. He felt shy and tried to stand in the corner. میگه که احساس خجالت پیدا کرده، یه گوشه وایساد، تلاش کرد یه گوشه وایسه. tried to، میبینید try بعدش اگه to بیاد نشون میده که یه چیزی رو تلاش کردی انجام بدی. کلا اونایی که فعل بعدشون to میگیره معمولا یک دیدی نسبت به آینده دارن. tried to stand in the corner، تلاش کرد یه گوشه وایسه. hoping nobody would look at him، امید داشت که کسی بهش نگاه نکنه. بس خجالتی بود، یه گوشه وایساد، گفت انشالله که کاری با من کسی کاری با من نداشته باشه. hoping nobody would look at him، امید داشت که کسی نگاهش نکنه. The music was loud and some people were dancing. میگه موسیقی بلند بود و یه سریا داشتن میرقصیدن. He wanted to join but his feet felt heavy. میخواست بهشون ملحق بشه. He wanted to join. نگاهید want فعلش ing نمیگیره، بعدش to میگیره، چون یه دیدی به آینده داره، یه خواسته یه کاری میخواست انجام بده تو آینده. He wanted to join، میخواست بهشون ملحق بشه. But his feet felt heavy. ولی پاهاش احساس سنگینی کردن. And his body wouldn't move. و بدنش تکون نمیخورد. پس احساس میکرد که نمیتونه بره بهشون ملحق بشه. پس چیزی که اینجا یاد گرفتیم he wanted to join. فعل want فعل بعدیش با to میاد. wanted to join، میخواست ملحق بشه. Then someone pushed him forward by mistake. بعدش یه نفر تصادفی هولش داد جلو. And he almost fell. نزدیک بود بیفته. He almost fell یعنی تقریبا افتاد. He almost fell. نزدیک بود بیفته. Everyone turned their heads and looked at him at the same time. میگه همه سرشون رو برگردوندن. Everyone turned their heads and looked at him at the same time. و همزمان بهش نگاه کردن. خب. He laughed nervously. این یه ذره شاید بهتر باشه جا به جا کنم. He laughed nervously and tried to pretend nothing happened. میگه با یه حالت مضطربانه خندید. He laughed nervously. Nervously مضطربانه و laughed خندید. He laughed nervously and tried to pretend nothing happened. تلاش کرد که تظاهر کنه که هیچ اتفاقی نیفتاده بود. البته اینجا میشد از past perfect استفاده کنیم. Try to pretend nothing had happened. هیچ اتفاقی نیفتاده بود قبلتر. But he felt his face got red and hot. ولی احساس کرد که صورتش قرمز شد و احساس گرما کرد تو صورتش. He blushed یعنی مثلا صورتش سرخ شد. خب tried to pretend تلاش کرد تظاهر کنه. دقت کنید pretend یعنی تظاهر کردن و tried to pretend یعنی تلاش کرد تظاهر کنه. try دوباره اینجا با to اومده، یه کاری که میخواست آینده تلاش کنه انجام بده. Later he sat at the table and wanted to drink juice. بعدش نشست کنار میز و میخواستش که آب میوه بخوره. wanted to دقت کنید دوباره، چون یه کاری خواسته انجام بده، در مورد آینده داریم صحبت میکنیم، کلا یک دیدی به آینده داره و اینکه کلا فعل want همیشه اینجوریه. He wanted to drink، میخواستش که آب میوه بخوره. پس want اینجوریه، آینده رو میخوایم صحبت کنیم. He wanted to drink. مثلا he decided to drink، تصمیم گرفت. He hoped to drink، امید داشتش که بخوره. خب بریم ادامهش بخونیم. He reached for the cup، دست رو دراز کرد واسه فنجون رو برداره. He reach for یعنی اینکه تلاش کنی چیزی رو بگیری. He reached for، خود reach یعنی رسیدن.
but his hand hit the bowl of chips and they flew on the floor. تلاش میکرد که فنجون رو برداره، یه از این لیوان کوچیکا، ولی دستش خورد به یه کاسه چیپس. He hit the bowl of chips. خورد به کاسه چیپس. And they flew on the floor. پخش شدن، پرتاب شدن به زمین. On the floor یعنی رو زمین. Flew پرواز کردن به سمت زمین. They flew on the floor. پرت شدن به سمت زمین. خب پس hit گذشته فعل hit هستش. hit یعنی زدن، برخورد کردن و گذشتهش هم همینه. مثلا someone hit my car. یکی زد به ماشینم. hit گذشتهش hit. The bowl of chips یعنی کاسه چیپس. People tried not to laugh. اینجا خیلی جالبه. ما try to رو یاد گرفته بودیم. I tried to drink some juice. تلاش کردم یه کاری انجام بدم. ولی تلاش کن یه کاری انجام ندی همینجا هستش. People tried not to laugh. Not to. People tried not to laugh. مثلا بگو که I tried not to hit him with my car. تلاش کردم با ماشینم نزنم بهش. I tried not to hit him. I tried not to make that mistake. تلاش کردم اون اشتباهو نکنم. پس try not to تلاش کنی کاری انجام ندی. People tried not to laugh. مردم تلاش کردن که نخندن. But he could hear small giggles around. میگه ولی میخندید کم کم یه صدای خنده از این ور اون ور میومد. Giggle. خندیدن. He wished he could disappear under the table. میتونستیم این گرامرم تو این ویدیو کار کنیم. آرزو کردن. وقتی در مورد آرزو صحبت میکنیم، آرزو کردن، فعل یک بار میره به گذشته. He wished he could disappear. آرزو میکرد که ای کاش میتونست ناپدید بشه. Under the table. اصلا بره زیر میز کلن دیده نشه. He wished he could disappear. آرزو میکرد که ناپدید بشه. به خاطر wish فعل can میره گذشته. مثلا I wish I could disappear. ای کاش من میتونستم ناپدید بشم. پس فعلمون رفته گذشته. Finally, a kind woman said it was fine and helped him pick up the chips. آخر سر یه خانم مهربونی گفتش که اشکال نداره و کمک کرد که چیپس ها رو برداره از زمین. Finally, a kind woman. دقت کنید که نمیگیم woman، اولا و نمیگیم، میگیم و بعدش هم من نیست، men. Woman. Finally, a kind woman said it was fine and helped him pick up the chips. Pick up یعنی برداشتن. Helped him pick up the chips. کمک کرد که چیپس ها رو برداره. He felt a little better but still strange inside. یه ذره احساس بهتری کرد ولی هنوز داخلش احساس عجیبی داشت. چیز خاصی اینجا نداریم ها. Helped him pick up. جالب فعل help دقت کنید که نه تو گرفته نه ing گرفته. نه help to pick up نه help picking up، هیچ کدوم نیومده. گفته help pick up. help اینجوری هستش. let و make هم همینطور. البته help با تو هم ممکنه بیاد. خب on the way home he thought about the night and laughed to himself. میگه تو مسیر خونه فکر کرد به اون شب، به اینکه چه اتفاقی تو شب افتاده و داخل خودش به خودش خندید. laughed to himself. به خودش خندید. It wasn't a big deal but it felt so awkward at the time. یه موضوع خاصی نبود، اصلا چیز خاصی نبود ولی it wasn't a big deal. چیز خاصی نبود. It wasn't a big deal. deal یعنی معامله. یعنی اصلا معامله بزرگی نبود. چیز خاصی نبود. It wasn't a big deal but it felt so awkward at the time. ولی اون لحظه احساس خیلی عجیبی داشت، احساس خجالت آوری داشتش. awkward. It felt so awkward at the time. At the time یعنی اون موقع. At the time. مثلا میتونم بگم که I knew very little English when I graduated. I didn't speak very well at the time. وقتی که فارغ التحصیل شدم خیلی انگلیسیم خوب نبود. اون موقع خیلی خوب صحبت نمی‌کردم. I didn't speak well at the time. I didn't speak well at the time. خب ببینیم که این فعلامون چجوری میان. ببینید فعل هامون یه سریاش اگه فعل دیگه بعدش باشه تو میگیرن، یه سریاش ing میگیرن. اینا لیست گذاشتیم یه تعدادشون رو و یه روش اینه که کلا حفظ کنید کدوم تو میگیرن کدوم ing میگیرن و اینقدر استفاده کنید که تو ذهنتون بمونه. یه چیزی تو ذهنتون باشه اینه که کلا اونی که ing میگیره خود اون پروسه مد نظره، اونی که تو میگیره معمولا یک دیدی به آینده داره. حالا اونایی که ing میگیرن ببینیم. He enjoyed dancing with the music. لذت برد از رقصیدن با موسیقی.
enjoy doing. پس enjoy بعدش ing میگیره فعل بعدی. People avoided laughing too loudly. مردم تلاش کردن که جلوگیری کردن از این که خودداری کردن از این که بخندن زیادی بلند بخندن. Avoided laughing. پس avoid هم بعدش ing میگیره. He imagined hiding under the table. تصور کرد که بره زیر میز قایم بشه. He imagine هم بعدش ing میگیره. وقتی ing میگیره فعلمون یه جورایی انگار تبدیل به اسم میشه، مصدر میشه. مثلا مخفی شدن رو یه حالت مصدری یا اسمی داره. مخفی شدن رو تصور کرد. He imagined hiding. بعدیش he finished picking up the chips. میگه این تموم کردین که مثلا برداره اون چیپس ها رو. He finished picking up. پس finish هم ing. He considered leaving early. اینو تصور کرد که مثلا زودتر بره. در نظر گرفت که زودتر بره. Consider پس اونم ing میگیره. و he kept thinking about the night. هی مدام فکر کرد به اون شب. He kept thinking. پس keep doing something. هی یه کاری انجام بدی. He kept thinking about the night. خب پس فعلمون enjoy, avoid, imagine, finish, consider و keep. هر کدومش میتونید مقدار وقت بذارید چند تا مثال باش درست کنید. و اونایی که با to میان he wanted to join the dance. میخواست به رقص ملحق بشه. He hoped to drink juice. امید داشتش که نوشیدنی یا آب میوه بخوره. He tried to stand in a corner. تلاش کرد یه گوشه وایسه. Try to. He pretended to smile. تظاهر کرد که لبخند داره میزنه. He decided to sit at the table. تصمیم گرفت که کنار میز بشینه. و he promised to do better next time. قول داد که سری بعدی کار بهتری بکنه. Promise to do better. بهتر بشه. پس promise to, decide to, pretend to, try to, hope to, want to. خب امیدوارم که لذت برده باشین از این ویدیو و تا درودی دیگر بدرود.